تفاوت I'm not و I don't و کاربردشون برای اینکه بتونید جمله سازی کنید. I'm not یعنی من نیستم. چند تا مثال رو دقت کنید. I'm not worried من نگران نیستم. I'm not tired من خسته نیستم. I'm not excited من هیجان زده نیستم. I don't یعنی نمی که قبل از لغات میاد به این صورت. I don't know نمیدونم. I don't buy نمیخرم. I don't understand نمیفهمم. و اما تفاوت are you و do you. are you در واقع اون ای آخر جمله است. به این صورت Are you hungry؟ گرسنه ای؟ Are you ready؟ آماده ای؟ Are you happy؟ خوشحالی؟ Do you می اول جمله یا وسط جمله است؟ Do you read؟ میخونی؟ Do you eat؟ میخوری؟ Do you work؟ کار میکنی؟ حالا شما برای من بنویسید. سیگار میکشی؟